باید دونیم که اون والدین فرزندی خود رو با وقتی که به دانشگاه آورده در نزد ما میگذاره، پس از 4 سال ما فرزندی اون والدین رو با دانش‌های مکمل به دست والدین گردانیم. یعنی که به مانند همون پس‌اندازهایی که در بانک مثلا امروز اهالی میگذارد و در اونجا فایده دیگری به دست میارد، هر سال یک فایده معین به دست میارد، نه که همون فایده که اهالی از بانک میگیرد به عوض پول خود، و اکنون دانشگاه باید به همون دانشجو باید کسب و هنر آموزد. و در همین سمت پیشوای معظم ملت زیاد ذکر میکنند که ما باید متخصصان عالی درجه، کادرهای بلند اختصاص محلی را آماده کنیم که اونا داننده چند زبان باشند، تاننده همون کسب خویش باشند، اینچنین هنرها رو بلد باشند. یعنی در این مورد بسیار خوب قید میکنند. و ما آموزگاران بخصوص خودی من وقتی که با اودیتور میدارم در پیش از اون که درس را کنم، البته ما بس از اون که درسی فنی است یا که درسی تربیوی است، در برابر این هر یک آموزگار همچون کورت سرپرستی گروه فعالیت میکنم. من پیش از همه تاکید میکنم که هر روز اون کسبی که شما انتخاب کرده، کسب خود رو از خود کنید، در برابر این 10 کلمه رو در 3 زبان از خود کنید. آفرین. زبانی مثلا توجیکی میدونم، روسی، انگلیسی باید از خود کنید. وقتی که دانشجو در یک روز اگر 10 کلمگی از خود کنند، پس تصور کنید که در یک سال زیاده از 3,500 کلمه رو از خود کنید. آفرین. اگر روزهای استراحت و تعطیل رو اگر ما در اینجا استثناء کنیم، 2500 کلمه رو از خود میکنند. مادامی که 1000 کلمه رو در زبان روسی، انگلیسی اگر دانشجو از خود کنند، من باوری دارم که با این زبان ها آزاد و صحبت